سلام دوستان خوبم، امیدوارم که همه خوب باشین و پر از عشق و پر از احساسای خوب. من یه 5-6 روزه که دارم یک سری کتاب میخونم در رابطه با انرژی و فرکانس. یک سری هم یوتیوب دارم گوش میدم که میخواستم مجموع اون چیزی رو که برداشت کردم و توی زندگیم دارم میبینم با شما به اشتراک بگذارم، شاید برای شما هم مفید باشه. در رابطه با مبحث انرژی یک خلاصه ای نوشتم که میخوام براتون بگم. در رابطه با مبحث انرژی ما میدونیم که هر حالتی که توی این دنیا برای ما به وجود میاد در لحظه یک فرکانسی از خودش داره و یک ارتعاش خاصی رو منعکس میکنه. اگر توی اون در واقع نمودار انرژی نگاه بکنین میبینین که قسمت پایین این نمودار ما در واقع نقطه آغازین هست تا قسمت بالا. قسمت پایین جاییه که تمام حسای بد توی اون دیده میشن، یعنی تمام مثلا گناه، غرور، حسادت، خشم، مثلا اینا هست توی قسمت از پایین نمودار. اگه نگاه بکنین که هر کدوم از اینا یک رنگی رو، چون ارتعاشی دیگه اینا فریکونسیه، هر کدوم از اینا یک رنگی رو به خودش تعلق گرفته. بعد اگر به قسمت بالای نمودار برین شما میبینین که این به سمت انقدر میره، وقتی به سمت بالا به سمت آگاهی مطلق، عشق، شکرگزاری، صلح، آرامش، روشن شدگی، به سمت این پیش میره. حالا اینو بهتون گفتم که من میخوام یک نتیجه گیری بکنم از این، به این که ما هر چیزی که خودمون در واقع از صبح که بیدار میشیم همه ما یک مقدار مشخصی انرژی انگار دریافت میکنیم از طرف کائنات. بعضیامون ولی چرا این انرژیمون بعد از ظهر یا به سمت شب که میره تحلیل میره، ولی چرا بعضیامون این انرژیمون یا مثلا خودمونم در طول روز میبینیم یه روزایی هست که انرژیمون بهتره، یه روزایی هم هست که انرژیمون انگار وقتی که به سمت بعد از ظهر میره خسته تریم، بیشتر تحلیل میره. تا حالا فکر کردین که چرا اینجوری میشه؟ خیلی موقع ها به نظر من ما ظرفمون یک مقدار، مثلا یک ظرف، مثلا بیایم یک ظرف آب در نظر بگیریم که این مثل یک ظرف آبیه برای ما که هممون یک مقدار مشخصیم، مثلا یک یونیت مثلا 200 رو براش در نظر بگیریم، هممون انگار یک مقدار مشخصی اون ظرف وجودیمون از تو پره. ولی هرچی که به سمت مثلا بعد از ظهر میره با اتفاقات مختلفی که توی زندگی ما به وجود میاد اون مقدار توجه ما فرق میکنه، یعنی اون شیفت توجه و اون توجه اون غذاییه که ما داریم در واقع میدیم بهش، یعنی اون توجه ما مثل اون فرکانسی هست که هی کم و زیاد میشه. حالا این ظرف ما بعضی موقع احساس میکنیم که مثلا توی سمت ظهر مثلا خالی تره یا انرژی بیشتری داریم. این از چی میاد؟ این از اون کارهایی که از صبح ما بیدار میشیم داریم انجام میدیم. دقت کردین مثلا خیلی چیزا انرژی ما رو میبره. اگه مثلا یک فانل در نظر بگیرین، اینجا انرژیش بالاه و وقتی که مثلا میاد به سمت پایین انرژیش کم میشه. خیلی موقع خیلی چیزا انرژی ما رو میبره. حالا اون میتونه آدمای مختلفی باشن که توی زندگی ما میان، یا شرایط، یا کارهایی که خودمون میکنیم، یا حتی خیلی از فکرایی که داریم، مثلا حسادت، مثلا قضاوت، مقایسه کردن خودمون با بقیه. اینا باعث میشه که اون لول انرژی یا ارتعاش شما بی خودی به اون چیزایی بره که میبینین که خب چه خالی شدم یهو. میخوام اینو بهتون بگم که بیایم تمرکزمون رو، بیایم اون توجه رو، اون فوکس رو ببریم روی خودمون، یعنی به جای اینکه بریم روی چیزای مختلف بذاریم که درین بشه با چیزای مختلف اون انرژی ما، اونو نگهش داریم برای خودمون تا احساس بهتری از خودمون داشته باشیم. مثلا حالا چجوری میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ حالا بازم ویدیو میذارم براتون در رابطه با این،
ولی این چیزی که دارم بهتون میگم خیلی از مطالعات اینا رو نشون داده، به اینکه خب یه چیزی که کاری که میتونیم برای خودمون بکنیم اینه که مثلا بیایم خیلی وقتی خود آگاهیمون رو ببریم بالا و اینکه وقتی که داره مثلا ذهنمون شیفت میکنه میره به یک سمت دیگه ای، بیاریمش روی خودمون. سلف کیر مثلا برای خودمون، کارهایی که برای خودمون، توجههایی که حالا به هر شکلی میتونه مثلا به بدن توجه بکنی، ورزش بکنی، مراقبه بکنی، ذهن تو آروم بکنی، بدن تو ریلکس بکنی. حالا این مدل‌های مختلف میتونه داشته باشه. یکیش مثلا همینه. بعد مثلا یکی دیگه از روش‌هایی که مثلا من اینجا حالا مثلا یادداشت کردم که توی زندگی خودم هم برام مثلا پیش میاد اینه که همین مثلا خودمون رو با بقیه مقایسه نکنیم. شما یک آدم مجزا هستین و خودتون رو فقط با خودتون مقایسه بکنین، چون هیچ کسی اون تجربه هایی که شما از توی لنز و دوربین خودتون به این دنیا دارین رو نداره. پس خودتون رو فقط با خودتون مقایسه بکنین. این باعث میشه که به نظرم اگه بتونیم انرژیمون و آگاهیمون رو روی خودمون بیشتر بکنیم، خیلی اون لول انرژی خودمون رو میتونیم توی یک سطح بالاتری نگه داریم و کمتر خسته بشیم و خودمون با خودمون بیشتر حال بکنیم. مثلا یه مثال براتون بزنم. صبح که از خواب بیدار میشین، اگر باز بکنین اخبار مثلا مدیا و سوشال مدیا رو، یک آدم مثلا خودتون رو با اخبار منفی یا مثلا یک خبر منفی به شما یهویی برسه، از یه جایی احساس میکنین که چقدر خسته شدم من مثلا تا 1-2 ساعت بعدش. خب میتونیم مثلا اینا رو تا یک جایی که میشه کنترلش بکنیم. هم مثلا خواستم اینو بهتون بگم که تو زندگی خودم هم خیلی برام پیش میاد و دارم مثلا بیشتر بهش توجه میکنم. یا مثلا حتی بعضی موقع آدمایی که ازشون انرژی خوبی نمیگیرین میتونین از زندگیتون خارج کنین، خیلی راحته و اصلا اجازه ندین که هر چیزی بیاد و اون درون شما رو بالا پایین بکنه. و اون خودش یعنی برداشتن آدمایی که انرژی خوبی ندارن، میبینین که خودش کم کم لول انرژیتون رو میبره بالا. خب این یکی دیگه از چیزایی که خیلی ممکنه متوجه نشیم، ولی با آدمای تاکسیک و بدی در طول روز سر و کار داشته باشیم. ولی اگه مثلا نگاه بکنیم به اگه بیایم مثلا همین ظرف پر آب بهش نگاه بکنین، شاید بتونه بهتون کمک بکنه. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. حالا بازم در این رابطه به اینکه چه چیزایی انجام بدیم که اون انرژیمون رو بالاتر نگه داریم یا چه چیزهای انرژی ما رو بیشتر درین میکنه باهاتون صحبت میکنم.